برای صادرات یه مقدار الان مشکل داریم و یه بازار صادراتی خیلی خوبی پیرامون خود کشورمون ایران هست، مثل ترکیه که به دلیل متاسفانه اون زلزله‌ای که اومد الان تقاضای خیلی شدیدی برای فولاد ایران دارن، یا مثلا بازار همیشگیمون کشور عراق. ما واقعا برای صادرات اینا خیلی مشکل داریم فعلا و تقاضام از سازمان تجارت اینه که یه مقدار تسهیلات برای ما قائل بشن که ما بتونیم راحت‌تر صادر بکنیم، چون الان باور کنید از هر 4 تا 5 تا مشتری که برای صادرات هست ما 3-4 تاشو واقعا به مشکل می‌خوریم و انقدر کار طولانی میشه این پروسه که به قول خودمون بعضی وقتا دیگه کار می‌بینیم نمیتونیم انجام بدیم و اونا هم متاسفانه میرن از کشورهای دیگه وارداتشون انجام میدن.